برای در واقع درمان خشکی واژن به ما مراجعه کرده بودن. به نام خدا سلام، در خدمت اولین مراجعه کننده امروز مطبمون هستیم. ایشون برای در واقع درمان خشکی واژن به ما مراجعه کرده بودن که با لیزر CO2 براشون درمان رو انجام دادیم. حالا با خودشون صحبت میکنیم در مورد روند درمان و اینکه چند جلسه انجام دادن و رضایتمندیشون به چه شکل هستش. سلام عزیزم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم دکتر عزیز. اولی که من خیلی ممنونم بابت این پیشنهاد خیلی خوبتون، چون من اصلا با این روش اونم 2 سال پیش اصلا آشنا نبودم، ولی به خاطر التهاب زیاد، خونریزی و خشکی زیاد که اصلا دلیلش رو نمیدونستم، وقتی مراجعه کردم این روش رو گفتین، من با این که نمیشناختم ولی به خاطر یاد طولایی که توی این ماجرا شما دارین بنده اعتماد کردم به شما و خوشحالم بابت این اعتماد. و با همون یک جلسه میتونم بگم بعد از 1 هفته من تغییر رو توی بدن خودم کاملا حس کردم و بدن من که شاید بعد از سن 30 سالگی خب یه مقدار آدم تغییر میکنه به لحاظ شرایط فیزیکی، میتونم بگم مثل 25 سالگیم شده بود. یعنی برای اولین بار حس کردم که اینقدر تغییر کرده از داخل بدنم. بله، خیلی ممنونم از اینکه شما این گزارش کامل رو دارین. پس ما توصیه‌مون حتما برای خانمایی که دچار خشکی واژن و عفونت‌های مکرر واژن هستن لیزر واژینال هست. متشکرم.